ماه رحمت الهی. در آغاز رمضان دعا می کردیم اللهم بلغنا رمضان، خدایا ما را به رمضان برسان. دعای رسول خدا صلوات الله علیه هم همین بوده. یا اللهم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لنا، خدایا ما را تا رمضان سالم بدار، خدایا ما را تا رمضان صحتمند و عافیتمند بدار. در ماه رمضان الله به بهشت می فرماید که استعدی لعبادی و تزینی لعلهم یستریحون من تعب الدنیا. خودت را بیارا ای بهشت، خودت را آرایش بده، شایدم کسی از این مشقت‌های دنیا خود را برهاند و به من برساند، مهمان شود، لذا خودت را آماده کن. روزه و رمضان مدرسه اخلاق است، تنها تحمل گرسنگی نیست. این نیست که لب ببندیم از خوراک و لب ببندیم از طعام و لب ببندیم از نوشیدنی و خوردنی، دل ببندیم از توجه به غیر خدا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدا از ما دل پاک میخواهد. الا من اتى الله بقلب سلیم. دل سالم داریم یا نداریم؟ قالب سالم نمیخواهد، قلب سالم میخواهد. قالب سالم نه، قلب سالم. الا من اتى الله بقلب سلیم. لذا در این مدرسه رمضانی، در این 30 روز رمضان و این 7 روز از رمضان که گذشت، آیا اخلاق ما تغییر میکنه یا نمیکنه؟ اخلاق فامیلی ما، اخلاق بازاری ما، اخلاق تجاری ما، اخلاق سیاسی ما، اخلاق اقتصادی ما. دشمنان آیا از ما درس میگیرن یا نمیگیرن؟ دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا، بیباوران و ناباوران که ما او را کافر مینامیم، از دیدن ما گرایش به اسلام پیدا میکنن یا نمیکنن؟ همین که ما حالا لب فرو بستیم از خوراک و از طعام، این خودش خیلی مردانگی است. اما دل فرو ببندیم در این مدرسه رمضانی، همان گونه که لب فرو بستیم دل هم فرو ببندیم، چشم هم فرو ببندیم، دست هم فرو ببندیم، پا هم فرو ببندیم، فنا فی الله بشیم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی گر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ دیوانه خدا شدن مهم است. لذا ماه مبارک رمضان مدرسه اخلاق است. در این 30 روز رمضان اخلاق خود را درست کنیم، تقوا در دل ما پیدا شود. قرآن می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه به خاطر این هست که تو در این 30 روز وقایه بشی، محفوظ بشی. از چی محفوظ بشی؟ وقایه یعنی محفوظ شدن، خدا پاسداری کردن. از چی؟ از آتش جهنم دیگه. از چی؟ از حرام، از دروغ، از غیبت، از گفتار بیهوده. رمضان یعنی فلسفهش الله میفرماید لعلکم تتقون، تا دستت متقی بشه، چشمت متقی بشه، دلت متقی بشه، تصوراتت، اندیشهات، پندارت، باورت، جهانبینیت، فکرت همش چی بشه؟ متقی شوه.
لذا شرط اولی در این مدرسه اخلاق این که دل تقوا پیدا کنه، دلها پاک بشن، در دل تصور غیر خدا نباشد. امام غزالی رحمت الله علیه می فرماید که الصوم 3 درجات، روزه 3 مرحله دارد. صوم العمومی، صوم الخصوصی، صوم خصوص الخصوصی. یکی روزه عامیانه که عام مردم روزه میگیرن، همین که نمیخورن، نمی نوشن، هم بستر نمیشن، این که روزه عام مردمه، این که کار هر کس هست، از هر کس برمی آید، از توان هر کس. دوم صوم الخصوصی، صوم خاص از مردمه، صوم الخصوص خاص از مردم. اونها چگونه روزه میگیرن؟ مردمان خاص ویژه، کف السمع والبصر واللسان والید والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، دست، پات، چشم، دلت از گناه روزه بشه. این روزه مردمای خاص اینه. و اما سومیش که خصوص الخصوص، یکی روزه عام که از خورد و نوش و جماع روزه گرفتن. دوم روزه خاص حواس 5گانه روزه بگیرن. سوم صوم الخصوص الخصوص که صوم القلب عن الهمم الدنیه والافکار الدنیویه، فکر دلت از اندیشه های پست و منحط جاهلی روزه بگیرد، در دلت اندیشه های بد را پیدا نکنه. صفت دوم که از این مدرسه اخلاق درس بگیریم که بعد از این که دل پاک بشه زبانمان پاک شود. حضرت رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودن من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه. کسی با این که روزه میگیرد و از دروغ و از حرف بیهوده پرهیز نمی کند، خدا بر روزه ای ضرورت و نیازی نداره. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، بسیاری ها فقط گرسنگی میکشن، تشنگی، غیر از گرسنگی تشنگی چیزی دیگری عائد حالشان نمیشه. به خاطر اینکه زبانشان، چشمشان، گوششان، شنوایی، بینایی، چشایی، پویایی، این حواس 5گانش روزه نبوده، فقط این که نخورده ننوشیده بس. سنن الکبری امام بیهقی رحمت الله علیه ذکر میکند انما الصیام من اللغو والرفث، از بیهودگویی روزه گرفتن، از بدگویی روزه گرفتن. روزه این تنها نخوردن و ننوشیدن نیست. سوم چشمت روزه باشد، چشمت باید روزه بگیرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم و یحفظن فروجهن. الله و رسول خدا میفرماد رسول الله نماینده خدا بر حق خدا به مسلمانان بگو چشمشان را فرو ببندن از زنان نامحرم. به زنان و خواهران بگو در ماه مبارک رمضان شوق بازار و گردش و چرخش و مانور زدن 4 سماوار را نکنید، روزه بگیرید، چشمتان روزه بگیرد. در محضر رسول خدا زنان رسول الله نشسته بودن، صحابی نابینا وارد خانه شد. رسول الله گفتن شما حجاب کنید. گفتن این که نمیبیند. رسول الله گفتن این نمیبیند، شما که میبینید. آقا اون نمیبیند، شما که میبینید، شما چه کار کنید؟ شما حجاب کنید. شما نبینید به طرف مرد نامحرم، شما نبینید، روزه بگیرید، چشمتان روزه باشد. یغض، غض فرو بستن،
پایین انداختن، چشمت را پایین بنداز. ندیدن نه، فرو بستن. چشم که دریاست میگن نه، چشم دریاست اما دریا را فرو ببند. سد ایجاد کن در دریا، سد ایجاد کن تا چشمت روزه بشه. چرا؟ از این چشم زهر وارد دل میشه. النظر سهم مسموم من الشیطان. رسول الله فرمودن چشم، نگاه چشم تیر زهرآلود اهریمن و ابلیسه. اگر شیطان بخواهد کسی را با هر فلاخن زهرآلود مسموم کند، با تیر زهرآلودی که دیگه جان به آخر برساند، چه کار باید بکنه؟ از طریق نگاه و چشمش، از دیدن نامحرم مرض در دل پیدا میشه. چهارم، شنوایی، گوشمان روزه بگیرد، حرفای بد را نشنویم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. خدا میپرسد، گوش ما باید روزه بگیرد، شنوایی، حرفای بد را نشنویم. الله میفرماید و اذا سمعوا اللغو اعرضوا وقالوا لنا اعمالنا ولكم عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. میگه در مجلس نشستی دیگرها قصه میکنن، غیبت میکنن، تو میگویی که نه من که روزه دارم. نه خیر، از اون مجلس بلند شو. تو که نشستی شریک جرم و گناه دیگرانی. اگرچه تو نکردی غیبت اما شریک جرمی. چرا؟ به گوشت حرف بد آمد. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه وقتی که صدای تولک را شنیدنم، صدای نی را شنیدن، دستا را به گوش کردن تا که این صدا وارد دل نشود. بگو سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. در مجلس رقص و سماع و سریال و قهوه خانه ها و قلیون خانه ها بگو سلام علیکم، سلام به شما، لا نبتغی الجاهلین. من 30 روز با خدای خود عهد کردم که در مجلس جاهل نمی نشینم. این گونه بگو. شکم از حرام روزه بگیرد. حضرت رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودن استحیوا من الله حق الحیا. از خدا بشرمید. اصحاب پرسیدن یا رسول الله انا نستحی والحمد لله، ما خدا را شکر از خدا میشرمیم. رسول الله گفتن نه خیر، لیس ذاک، شرمیدن این شرم شما نیست، این شرم فطری نیست، شرم شرعی است. چطور؟ گفتن که ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. در کلت مغزت روزه باشد، حرفای بد دور نخورد. شکمت روزه باشد، حرام وارد شکم نشود. هر افغانی که از جیبت کشیدی یک لحظه فکر کن که از کجا پیداش کردی امروز، که به این زن و بچه و همسر و دختر و خانواده خودت ظلم نکن. از عائد حرام افطاری نده، سحری نده. در وقت افطار دعا قبول میشه. ان الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین. رسول الله میفرماد خدا و فرشتگان همه دست دعای رحمت بر حق کسانی میکنن که به سحری بالا میشن. حالا تو از حرام سحری دادی به این خانواده و زن مظلوم، به این دخترکا و پسرکای معصوم، از رشوه و هدایا و عطیات و شبهناک درآمدا افطاری دادی دیگه. رسول الله میگن استحیوا.